همه داستان‌ها از جایی شروع می‌شوند. داستان اشکان شادکامی، کمدین و یوتیوبر معروف ایرانی که امروز با شخصیت محبوبش قاسم در دنیای مجازی شناخته می‌شود، هم از همین نقطه شروع شد. در دل مشهد، جایی که نوزادی به دنیا می‌آید که هیچ کس فکر نمی‌کرد روزی در تهران و دنیای مجازی خنده و شادی به خانه‌ها بیاورد. دوران کودکی اشکان پر از شوق و علاقه به هنر و طنز بود. اما همه چیز از جایی شروع شد که اشکان تصمیم گرفت شخصیتی به نام قاسم بسازد. شخصیتی که با لهجه مشهدی و شوخی‌های خاص خودش توانست قلب‌ها را تسخیر کند. قاسم تنها یک شخصیت کمدی نبود. او نماینده یک فرهنگ و یک لهجه بود که در دنیای مجازی ایران غوغا کرد. از دوران کودکیش در مشهد تا راهی که او برای رسیدن به موفقیت در تهران طی کرد. از چالش‌ها و روزهایی که فکر می‌کرد شاید نتواند موفق شود تا لحظاتی که کامنت‌ها و واکنش‌های مثبت مخاطبان نشان از موفقیت او داشت. و در نهایت اشکان شادکامی با تجربه زیادش پیامی که برای همه تولید کنندگان محتوا دارد، هیچ وقت از تلاش و رویاهایتان دست نکشید. دنیای مجازی پر از فرصت‌های شگفت‌انگیز است. اگر دست از تلاش بر ندارید، موفقیت در انتظارتان خواهد بود. البته اگر شانس و پشتوانه داشته باشید. And I'm feeling good.